تا حالا به این فکر کردی چرا بعضی روزا انگار کلاً کپی روز قبله؟ همون کارهای همیشگی، همون حس تکراری، همون فکرای آزاردهنده هر روز. حالا تصور کن فقط با عوض کردن چند تا فکر و حس میتونستی آیندت رو از نو بسازی. غیر ممکن به نظر میاد. تا آخر این ویدیو با من بمون، شاید نگاهت به زندگی رو عوض کنه. سلام، من بصیرم. ویدیو رو لایک کنید، بریم شروع کنیم. بذار با یه سوال ساده شروع کنم. امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدی، اولین چیزی که تو ذهنت اومد چی بود؟ چک کردن گوشی، کار یا همون مشکلی که دیروز اذیتت کرده بود؟ احتمالاً مثل اکثر آدما رفتی سراغ تلفن و چند تا پیام یا خبر رو چک کردی و بدون اینکه بخوای کل روزت شکل گرفت. این داستان تکراری همون چیزیه که ذهن ما هر روز پخش میکنه. یه نوار قدیمی که دوباره و دوباره همون آهنگ ها رو پلی میکنه. حالا تصور کن مغزت مثل یه بایگانی یا ضبط قدیمی باشه. هر خاطره یه حس با خودش داره و هر حس یه ترکیب شیمیایی توی بدنه. وقتی به خاطره ای از گذشته فکر میکنی، بدن همون ترکیب شیمیایی رو میسازه و دقیقاً همون احساس رو دوباره تجربه میکنی. انگار اون اتفاق داره همین الان رخ میده. نتیجهش اینه که تو داری بر پایه گذشته آیندت رو میسازی بدون اینکه حتی متوجه باشی. پس اگه بخوای زندگیت رو تغییر بدی، فقط اراده سطحی کافی نیست. تا وقتی 95% سیستم ناخودآگاهت با عادت‌ها و واکنش‌های کهنه پر شده، همون 5% آگاهانت که میگه میخوام تغییر کنم زور زیادی نداره. این مثل اینه که یه آدم لاغر بیاد جلوی یه وزنه‌بردار المپیکی. نتیجه مشخصه، اما خبر خوب اینه که مغز قابل تغییره. یعنی میتونی مسیرهای عصبی جدید بسازی. اینجا مدیتیشن وارد میشه، نه یه چیز مبهم یا فقط نشستن بی هدف، بلکه تمرینی که بدن و مغزت رو وارد حالت ناشناخته میکنه، جایی که میتونی برنامه‌های ذهنی جدید نصب کنی. وقتی عمق مدیتیشن رو تجربه میکنی، میتونی تصویر زندگی که میخوای رو بارها و بارها توی ذهنت اجرا کنی. مغز تفاوت تصویرسازی و تجربه واقعی رو نمیفهمه، پس با تکرار مغز شروع میکنه که خودش رو به اون حالت جدید عادت بده. بذار یه مثال بزنم. ساختن خود جدید مثل درست کردن یه باغ جدیده. اول باید علفهای هرز و سنگ‌ها رو خارج کنی، خاک رو شخم بزنی، بعد بذری که میخوای بکاری. مدیتیشن هم همین کاره. اول باید عادت‌ها و افکار کهنه رو بیرون بکشی، بعد جا برای افکار تازه باز بشه. و بله، بدن اول مخالفت میکنه، چون اون حالت شیمیایی آشنا رو ترجیح میده. ممکنه وسط مدیتیشن یه بهانه یا خاطره قدیمی یادت بیاد، یا یادت بیفته که یه کار مهم داشتی. اینها همه ترفندهای ناخودآگاه برای برگردوندن تو به زندگی قبلیته. خب اما چطوری توی عمل این کار رو انجام بدی؟ چند قدم ساده اما تاثیرگذار. شماره 1: هر روز صبح قبل از اینکه گوشی رو برداری یا به اخبار سر بزنی، 10 تا 15 دقیقه بشین و چشمهات رو ببند. یه تصویر واضح از زندگی که میخوای بساز، نه فقط فکر. احساسش کن. تصور کن در آینده چه آدمی هستی، چه کارهایی میکنی و چه احساسی داری. داریم به مغز یاد میدیم از نظر احساسی آینده قبل از وقوع تجربه واقعی چه حسی داره. برای همین باید اون چیزی رو که بهش فکر میکنیم حس کنیم. شماره 2: هر بار که یه فکر منفی یا آشنا اومد، بهش مثل یه موضوع خارجی نگاه کن، نه مثل حقیقت. فهمیدن این که فکر الزام به رفتار نیست خودش یه قدرته. تو روزی 60 تا 70 هزار تا فکر داری، 90% تکراری هست. پس باید آگاهانه تمرین کنی که چرخه تکرار رو بشکنی تا سرنوشتت رو تغییر بدی. مدیتیشن به ما کمک میکنه تا نسبت به افکار و احساساتمون آگاه تر بشیم و به خودشناسی برسیم. شماره 3: عمل و تکرار مثل تربیت یه سگ. بارها و بارها میاریش سر جاش تا یاد بگیره بشینه. روزی چند دقیقه تمرین کن، بعد از 7 روز تفاوت رو حس میکنی، ولی ادامه دادنش باعث میشه اون حس جدید توی بدن جا بیفته. یه نکته نهایی خیلی مهم اینه که فقط تصور کردن کافی نیست، باید احساس اون وضعیت رو در بدن ایجاد کنی. افکار زبان مغزن، احساسات زبان بدن. وقتی بدن اون حس جدید رو به عنوان آشنا یاد بگیره، جهان هم باهات هماهنگ میشه، چون تو داری از حالت قربانی گذشته بیرون میای و تبدیل به خالق آیندت میشی. پس حالا که تا اینجای ویدیو اومدی، یه کار کوچیک انجام بده. چشماتو ببند، نفس عمیق بکش و تصویر یه روز از زندگی که واقعا دلت میخواد رو تصور کن. نه برای 1 ثانیه، حداقل 30 ثانیه احساسش کن. همین میتونه شروع باشه. خب
حالا وقتشه انتخاب کنی. میخوای مثل همیشه تو همون چرخه تکراری بمونی یا میخوای یه قدم کوچیک برای ساختن آینده‌ای که میخوای برداری؟ یادت باشه حتی یه تغییر کوچیک هم میتونه شروع یه مسیر بزرگ باشه. اگه این حرفا برات الهام بخش بود حتما توی کامنت ها بهم بگو تو میخوای از کجا شروع کنی. و اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری مثل این ببینی کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا اولین نفری باشی که محتوای جدید رو میبینه. یادت نره آینده‌ای که میخوای همین الان منتظرته.